جلال‌الدین 13 ساله در معاشرت با کلانسالان و شخصان ناشناس خیلی شرمگین است. اما هنگام بازی شاهمات با رقیبانش خونسرد و قاطعانه عمل می کند. او از 5 سالگی به شاهمات بازی پرداخت و از آغاز با رقیبان از خود بزرگتر بازی می کرد. حریف او معمولاً پدرش است که داوری بین المللی شاهمات می باشد. برادر و خواهرش نیز شاهمات بازند. نزدیکان هنگام بازی با او کم نمی آمدند و برای پیروز شدن او بیشتر از آنها مشغول می شد. من بسیار با شاهمات مشغولم. آنها باشند به کار خود آورند. برای همین دستاوردهای من بیشتر است. در این عائله همه شاهمات باز هستند. از این رو به شاهمات رو آوردن جلال‌الدین هیچ عجابت ندارد، میگوید الهام یونسوف پدری او. اما به گفته یونسوف بی کمک زوجش نتیجه به دست نمی آمد. زوجم با حال و هوای سبقت‌های شاهمات روبرو شد و این ورزش به وی خیلی پسند آمد. من گفتم اگر به فرزندان کمک کنی به شاهمات مشغول شوند، آینده آنها هم در چنین سبقت‌ها رقابت می‌کنند و فرزندان با هدایت مادرشان با آموزش شاهمات شروع کردند. اخیراً جلال‌الدین قهرمان دوشنبه عاید به شاهمات میان کلانسالان شد. ناوابسته به نورسیش در سبقت‌ها او تنها به حساب خونسردانه تکیه می‌کند و بیهوده ریسک نمی کند. من با 9 نفر قوا آزمایی کردم. از آن در 6 حالت رقیبانم را بردم و در 3 مورد دیگر بازی مساوی شد. موقع من خیلی قوی بود. این گونه موقع در سبقت با فلیکس خلفین در بازی هفتم به وجود آمد که من از او برتری داشتم، اما کمی آسوده شدم و رقیبم نتیجه را به مساوی کشید. جلال‌الدین هنوز نمی‌داند که آیا تمام عمر او مشغول شاهمات می شود یا نه. برای سالهای نزدیک پیش خود هدف گذاشته است و پیروزی در سبقت شهر یک قدمی در هدفهای پیش گذاشته او می باشد. در آینده می خواهم قهرمان جهان شوم. آرزو دارم با فروخ امانتوف یگانه گراسمیستر بین المللی از تاجیکستان بازی کنم. با هیکارو ناکامورا که یکی از 5 شاهمات بازی قوی ترین عالم است قوا آزمایی داشتم. 12 بازی آنلاین را با این شاهمات باز باختم. می خواهم باز با او رقابت کنم و برنده شوم. اهل عائله همگی نه تنها کوشش‌های جلال‌الدین را دستگیری می‌کنند، بلکه نزد او شرط گذاشتند: می‌خواهی پیروز شوی، زیاد کار کن، خوب خوان، صاحب اختصاص شو و معلومات عالی گیر. اگر نزد خود یگان هدف گذارد، مثلا استادی بین المللی یا اینکه گراسمیستر شدنی باشد، باید سخت روی آن کار کند. به این نتیجه به دست نمی آید. جلال‌الدین تخته شاهمات را نه تنها در خانه بلکه در مکتب هم با خود میبرد. لیدیا انتونووا شاگرد خود را از 5 سالگی میداند و از آن زمان با او شاهمات بازی میکرد. من با او بازی کردم. در آغاز به آسانی او را می بردم. حالا رقابت کردن با او خیلی مشکل است. می شود گفت او الکی از من قوی تر است. زینه بعدی برای جلال‌الدین قهرمانی شاهمات تاجیکستان است. او میگوید خیلی جدی به این سبقت آمادگی دیده است، اما اگر برنده هم نشود افسرده نخواهد شد.